یسألونک عن الیتاما، سوال میکنن از تو از یتیما. یتیما با امرای از اینا زندگی میکرد و مال از اینا را خلق کردن مشکل بود. مثلا یتیم سرپرستش کاکایش است و غیره. چطور کنه؟ اگر جدا هم باشه تکلیف است. نه نانش جدا کن. 3 تا یتیم است برای یک دیگه جدا، خانه جدا، لباس جدا. این یک مشکل است. یتیم خود طبعا اطفال می باشند. الله در اینجا میگه که درباره یتیما قل اصلاح کنین، خیرخواهی کنین، این بهتر است. یعنی اگر یک جای هستین یا جدا هستین به خیرش کار کنین، چیزی که به خیرشانه. و این تخالطوم، اگر خلط میکنین مالش به امرای خود فاخوانکم، برادرایتانه. مال یتیم بهتر است که به تجارت بتی، سر از او کار میشه، فایده شد، جانش مصرف فایده شد، باز اصل مالش کلان شد و نوره میگیره. اینی بهتره. یعنی قسمی آدم بکنه در مال یتیم که منفعت به او برسه. در این وقت مال یتیم از زود میخوره و خلاص میکنه که کلان شد، چیزی برش نمانه. این ظالما، بسیار ظالما است. این یتیم کس اخوان برادرای دینی تان است. برادری دینی از نسبی کردن بالاست، بنان چیزی که بخیرش است اونمو کارا بکنیم. والله یعلم المفسد من المصلح، الله میشناسد مفسد را از مصلح. کی فساد میکنه؟ یعنی مال خلط میکنه که بخوره، نه؟ و کی نمیکنه؟ کی اصلاح میکنه؟ و اگر مال یک جای میکنی مالش که مصرف کم شود، مثلا دیگ که یک جای باشد کم مصرف میشه، جدا جدا برای از دیگ کده بری مصرف زیاد میشه. کی اصلاح میکند؟ کی نه؟ الله میفهمه. ولو شاء الله لعنتکم، اگر الله میخواست شما را در مشقت مینداخت. چه قسم؟ که هیچ مال خلط نکنین، بازی سخت بود، لیکن الله آسانی آورده، مالش های جای کو، ولی به جای مصرفش نکنی. ان الله عزیز حکیم، بدون شک الله غالب است، صاحب حکمت است که در هر کاری که فرمان صادر میکنه دو حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. چون که قوانینی که جامعه را اصلاح کنه الله بیان داره. جامعه مصلح، خانواده صالح، خانواده پاک بود، عقیده صحیح بود، اعمال صحیح بود، بسیار اولادای خوب، زیبا، جامعه هم خوب می باشه. الله میگه که اصل هسته اجتماع و جامعه خانواده است. در این بسیار توجه کنین که کافر مشرک نکاح نکنین، دیندار انتخاب کنین. دختر دیندار، زن دیندار، مرد دیندار خوشبختی را به امرایت میاره. اگر بیدین بود هر قدر پیسه باشه، پول باشه، هیچ، و حرام هم است. زنهای مشرک یا عقیده شرکی داره که تش نکاح نکنی، ممنوع، حرام است، حرام به اتفاق علما، خصوصا مشرکین بت پرست. یکی مشرکین یهود نصارا است، اونا جایز است، و مگه ضرورت باشه، کار بهتر نیست، خود جایز است. کار بهتر است که دیندار باشه، خوب با تقوا باشه. اگر اونا باشه، باز یک حکومت قوی باشه که اونا تابع باشد، اهل ذمه باشن، معاهدین باشن، اینجا زندگی کنن، باز اگر او را ازدواج کنی دعوتش داده میری، امکانش هست که مسلمان شه و اولادت هم خراب کرده نمیتونه. حال خونا حاکم است. اگر حال کسی اونا را میگیره در امریکا و اینجا، اولادش مسیحی است، یهود میگیره، یهودی است. وقت نمیتونست، وقت تسلط از شوهر بود. او که قرآن میگه در سورت مدنی که اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب وقتی بود که مسلمانان حکومت قوی داشتن، اونا تابع بودن. حالا خوب این زنای بیدینه که بگیری خواهد شوهر بیدین میسازه، اولاد خوبان. ولا تنكحوا المشركات، تنكحوا امر از به شوهرها. لا تتزوجوا ایها المسلمون، ای مردهای مؤمنین نکاح نکنین. کیرا المشرکات، زنهای مشرک بت پرست غیر اهل کتاب، حتی یؤمنن، تا اینکه ایمان بیارد به الله و قیامت، ارکان ایمان، ایمان شرعی، تا که ایمان نآورده که کافر نکنی. کافر خوبان، حتی رسول الله هم گفت که فاصبر بذات الدین، دیندار انتخاب کن، خوب دیندار باشه، خوب عقیده باشه، حتی اگر حافظ قرآن باشه، عالمه باشه، خب بسیار خوب. کسی که عالم است، عالمه بگیره. ولی در این وقت باید دختر حافظ هم است، عالم هم است، یک پیسه دار که آمد هم رو میگیره. پیسه داره، خانه داره، موتر داره، برو سهش.
یقین کنین اکثر این دخترها حافظ یار دیدیم گرفته بچه را میبره کجا میره؟ کانادا میرم. گفتم قرآن دم فرق بزنه. کانادا میرم. یک بچه را گرفته در کانادا. کجا میری؟ امریکا میرم. کجا میری؟ آلمان. و بچه در آلمان زندگی میکنه. آلمان میره. چه قسم تو حافظ هستی؟ چه قسم تو عالم هستی که کسی را اگر آلمان میبرید، هالند میبرید، کانادا و امریکا میبرید، در مرکز فحشا، مرکز دوسی. یک کسی را برده بود از زمین خویشاوندای دوری ما بود، در پاکستان بودیم سابقا، باز دختر عزیز برد، دختر عزیز را یک کسی امریکا برد. باز 2 سال بعد دخترش نمیگفت، زنگ زد گریان کرد. هر دفعه زنگ میزد چطور است، خوب است؟ گفت 2 سال شده که ما غیر از گفت که ما 15 روز یک جای بوده دیگه هیچ نیست. 2 سال شده شوهر نزدیک من نمیاد. زانی زناکار مرا پر 15 روزه عروسی کرده بود. میره اونجا گفت حتی با دخترها را در خانه میاره، پیشروی من زنا میکنه. گریان کرد گفت مرا در جهنم انداختی. این خدا تو پدر را تباه کنه، تو مادر را تباه کنه. همین تو گفت. پیسه گرفتی گفت میفهمی چی است؟ حال من از اینجا بکش بیار اینجا، من هیچ 1 دقیقه خوش نیست. پدرش گفته که تو بتیم تلفن که من زنگ دیم که داماد. گفت دامادت اینجا ششته میگه من که خسر گپ نمیزن. گفت بگوش 1 دقیقه گپ دی. آخر گپ زد گفتم دخترم چطور میشه؟ گفت بیا ببرش، بیا امریکا دختر تا بگی برو نه قاسا، بیا ببرش 40 لک 50 لک مصرف داره. از کجا کنه؟ پدر مادر اینجا گریان میکرد، اولاد اونجا. گفت اگر در ظرف چند ماه مرا از اینجا نکشی من زانی میشم. گفت اینجا گفت حوصله من خلاص شد. حیران میم بیدین. خب بیدین حافظ قرآن بود، کی را گرفت؟ فلانی را. کجا رفت؟ در واشنگتن دی سی. بیدینه. حیران میمون. خوش است که اونجا رفت. با دیگام تا دیگام مردم های ما شما ما دختر در کجا؟ دختر ما خارج کده، استرالیا کده. زنگ و یا تلفن را لگی دستی کمی توفی دیر را لگی خوشحال آمد. این بیدین. حالا خوش است که دختر ما 1 موبایل برش روان میکنه. مرده تو به خاطر 1 موبایل این گپا خوش هستی؟ یک نفر گفتم خودش از این جمله عقیده ما اومد، تو با افتخار گفت ولی چندان ایمان نداشتی. گفتم دختر تا در سرزمین بیدینا دادی. ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نکنین زنای مشرکه تا اینکه ایمان بیاره مردها. باز چی میفرماید الله؟ ولامة مؤمنة خیر من مشرکة. یا یک کسی از مثلا دکتر است و خوانده، این خب برای مرداست و حساب زنا رو براتون گفتم. دکتر است میگه ماینه خانه داره، ای داره او داره، عقیده نداره، عمل نداره، نه زیبا هم است. چی میکنی؟ چی کنم؟ دکترش، ماینهش، پیسهش، اینا چی کنم؟ ولا امتون یک کنیزه که کنیز در بازار خرید و فروش میشه، هیچ حیثیت نداره. کنیز در جمع حیوانا میاد. مؤمنتون که مؤمن باشه کنیز خیرون، بهتر است که با امرایش چی کنی؟ نکاح کنی. بهتر است که با امرایش نکاح کنی من مشرکتن، از زنی که آزاد باشه ولی مشرک باشه. ولو اعجبتکم، اگر که به تعجب بیاندازه شما مردها را. چی به تعجب پرته؟ اینمی زن مشرک چیش؟ جمالش، زیبایی. یکم تا را که بگوی چی تو میگه بسیار زیباست، خو عقیده و خواهیاش است، آزاد است، خیر است و گپاش میگه. اینمی را بگی. بچه را ببینیم پدر خدا میگه اینمی هرچی که میشه بسیار زیبایی داره. و مالها، اگر که به تعجب پرته مال، زیبایی نداره مال داره، مال سرمایه دار است میگه. اینمی را بگی. و دیگه چیزی که رغبت میاره، مثلا نسبش خوب است، یا میگن پدر ازی که از رئیس است، اینمی دختر. حالا رئیس از ریاست خبر تو نمیته، پدرش رئیس باشه، معین باشه، وزیر باشه، دین نداشت او سپرتش. خانواده فقیر باشه، دیندار باشه، زیباییش هم متوسط باشه یا پایین باشه، خیره. ایمان اینی را میگم. این شما جوانا را میگم، نه اینجا جوانا ششتن. شما خنشال ای کار میکنی، ولی کاش که دیگه جوانا اینجا باشه. والا عالم که در بین شما مگه تو کسایی افشه. خب
امی زیبایی فقط پیسه دهی و خیلی دو چیز مال داره زیبایی داره یا مال یا یک کسی زیبایی نداشت میگه برادرش بسیار تجار هستن به خاطر برادرش رو میگیره اگه نه دین داره نه زیبایی به خاطر برادرش ولا تنكحوا المشرکین حتی یؤمنوا او خود گفت که زن مشرک نگیری حالا چی میگه ولا تنكحوا المشرکین به نکاح ندهند تنکحو نکاح ینکحو لازمی است نکاحن این انکح ینکحو انکاح متعدی است اینجا نو صرف به درد میخوره نه ولا تنکحو به نکاح نتین ای مردها ای اولیای پدرها ای پدرها ای مادرها مادر خدا جمع نمیاله اکثر جا مادر زور است مجبور مادرها رو بگویم پدر مولی واری اونو میجه ششته خواستگاری میه پدرش میگم چی مادرش راضی کنین حال تو اینجا مولی واری ششتی تو خو پدر اختیار باید داشته باشه پدر باید کل گپ پیشش نکار دختر پدر میته در اکثر جای مادر است نه همی زنه که راضی کنین من راضی میشم من از این تو پدرهای بی غیرت یک نوع دوسی سمیام زن که سرشاور زور شد دیگه هیچ مرد نیست نام خدا مرد مانده در خانهش میره مردم میگه مادرش راضی کو به می خاطر اول که میرن چی میکنن این میال خواستگاری چطور شده زن که زن گپ میزنه نشده در افغانستان زنا مادر از او را باید ببینه واقعی جور شد پدرها هیچ بیکاره هستن یا خوب میگن شما جور آمدین شما زنا ما خود جور هستیم خلاصه که شما جور باشین برین پشت ما نگردین در دوران صحابه که میرفت سیده پیش پدرش میره هیچ مادرش گپ نمیزد اختیار پیش پدر قرآن هم میگه که الرجال قوامون علی النساء مرد سرپرست باشه پیش پدر که میره پدر میگفت که میتم یا نه مادر حق نداشت گپ بزنه یگام مشوره اگه میداد که دیندار هستی خیر خلاص نظر زن همیشه گرفتم نمیشه زن کس عقلش کم است خب زیاد نیست یگام تا من قرآن رسول الله هم میگه هن ناقصات العقل واقعا عقلش کم فراموشی داره و قدر تجربه نداره زن یگام تا اگه باشه دیگه اکثریتش نمیفهمه اختیار به زن ندی سرپرستی خانواده را زن گرفت نظام خانواده برهم خورد این را ما دیدیم خب همین زن که مدیر شد یا رئیس خانواده شد گپ خلاص شد همه چیز باید مرد کنترل کنه مرد ولا تنكحوا المشرکین بنکانتین ای مردها ای پدرها پدر نیست ای بابا کلان پدر کلان نیست ای کاکا بکینتین المشرکین با مردهای مشرک مردهای حتی یؤمننا دخترایتان به اینا نتین مشرکین باشد این مشرکین آمد بود پرست باشه اهل کتاب باشه بودایی باشه سیکولار باشه کمونیسم باشه هر کی باشه به اینا نتین حتی یؤمنو تا اینکه این امی مردها ایمان بیارن این انال چی معنا کسی که از خارج آمد عقیده و یایش ببین صحیح باشه خیر یکم تا خوب است ولی با زندگیش در حرام است خب با ایجنتی با مو ایجنتی ها خاطر هم زندگیش در اونجا حرام اگر که در ظاهرش خوب است تو اینال به می خارجی نه داخلی باشد دیندار باشد ببین باز برش بده وش کرده باشه که میگفت که ما از کانادا آمدیم حالا از کانادا که میاد کلی دختر خدا میمانش میکنه الپای دختر پیش روش میشاله این رو زیاد دیدیم باز میگه دلش ایره میگیره چند ساله باشی اون میگه که 55 60 باشه ماشاءالله بسیار جوان هستی میگه او چی کرده یک دریشیک پوشیده قلاش تا میجا و ریشام کلو میام میتونه تم تو خدا چسب دریشیام چسب میتششته ای تو جوانی هستی اگه اینجا یک عالم میره دیندار میره خوب دین داره دعوتگر است مسلمان است مدرسه داره دیگه داره که میره چند ساله است یک 38 39 40 است 40 او با 40 ساله را کی ما میتیم او که میگه 60 است رو میگه تو 15 ساله هستی اینجا چی است که پیسه است نه جایی که پیسه است اونمو جوان هم است هر چیز است مرا خوی تو بدم میایه اینم یا توبه ولا تنكحوا المشرکین نتی به مردای مشرک سیکولر است کمونیست است بود پرست است یهودی است نصرانی است کسی که افکار اینا را داره حتی یؤمنو تا اینکه ایمان بیارن و تابع اسلام شوند
ولا عبد مؤمن حال سه که الله میگه دخترم مانده چطور کنم ولا عبد مؤمن غلام مؤمن غلام برای غلام بده غلام هیچ اختیار نداره مؤمن باشه خیر من مشرک بهتر است که دخترتان به این بتین من مشرک از یک مرد حر که مشرک باشه ولو اعجبکم اگر که با تعجب میپرته شما را همین مرد سرمایش نسبش زیباییش یکم تو میگه در خارج تیر کرده چقدر زیباست و زیبایی از اون امریکایی هم خوب بسیار زیبا هستن زرد نه چشما سبز میزن سفید هم میتون زیبایی نسب مال مشکل باشی چرا اولای که یدون الی النار یا کس دعوت میتن با آتش علتش میگه همین کافرها کس ذکر مشرکین و مشرکات زن و مشرک مرد مشرک وقتی که مسایره و خویشاوندی شد دعوت به چی میته با آتش شما را دا آتش میبره کفر است فسق است از والله یدعو الی الجنه الله شما را دعوت میته به چی به جنت والمغفرت به بخشش به اذنی با حکم اجازه خود الله شما را دعوت میته که سعادتتان است که شما به اعمالی که شما را در جنت میکشانه که دخترتان به یک عالم برحق دادی عالم باشه برحق باشه دعوتگر باشه و دخترت جنت میبره ای تو تربیش میکنه اگر یک دیندار زن گرفتی اولادت هم خودم در جنت میبره اولادت هم صحیح تربیه میکنه و این نمیست که الله شما را دعوت میته به جنت چی معنی جنت مرد دیندار به جنت میبره دخترت دختر دیندار که با بچیت میگیری خود شوهر در جنت میبره اولادار در جنت میبره با اعمال جنت و یبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون وضاحت میته الله احکام خدا بر مردم تا اینکه اینا پند و نصیحت بگیرن و یبین وضاحت میته تا اینکه اینا پند بگیرن حالا در این منطقه ما حالی آمد خب سابقا بود این کابل آمد یک بچه که میاد دریچی چسب پوشیده وضعیتش خمش سیگرت کم میگیره هم سیگرت کم کش میکنه دماغای خود دودش هم میکشه دختر که دید میگه اوه سعی کن دماغش دود میبرای یقین کنین باز چی میگه دختر غیر از اینمی دیگه من هیچ کسی نمیگیرم دیدی چه قسم سیگرت میزنه اگر این مخدرات نه و پودری و سیگریتی و چرسی یک قسم است و پودری را میگیری نه سیگریتی را چرسی را میگیری نه سیگریتی خود چی فرق داره این سیگریتی را انتخاب میکنی و هم میفهم یا ایران میمانی این چیز که دختر تربیه نشده اگر نیو را که ببینه بگه مردار پلیته نفرتش بیا این دختر به درجه است که سیگریتی را که دید خلاص میگه توته میکنین یک توته مزینه میست این را اعلان هم میتون دیگه الله ما شما را اولادای ما را باید درست تربیه کنیم این می کار باید شایع بسازیم این حالی چطور میشه ما شما نگاه عقیده این مردم باید ازدواج در بین خود کنه خب شما این ما شما در بین خود این از اینمی جنس باشه یعنی می عقیده صحیح باشه اعمالش صحیح باشه عباداتش صحیح باشه دعوتش صحیح باشه فکرش صحیح باشه ثبات داشته باشه دیده شو این کسایی که عقیده قرآن سنت دارن پابند هستن این من شما هنوز دولت تربیه هستیم بسیاری مشکلات غلط تربیه کرده ما شما را در افغانستان این تو تربیه ما کده کل سیستم ما خرابه اینا ما کار کده رایستیم که به درجات عالیش برسیم برای درجات عالیش عمر از آن دخترش که طلاقش داد شوهرش با ابوبکر چرا پیشنهاد کرد ابوبکر بسیار دیندار بود میفهمید یعنی سن ابوبکر از عمر کده 10 سال خود از او کلانه دختر از ایره ببین دختر خدا گفت که دیندار است این دختر مرا تربیه میکنه و ایره جنت میبره بعد از او با عثمان پیشنهاد کرد عثمان کیم دیندار است اگر نه ابوبکر هم بود عثمان سرمایه‌دار بود با او نداد پیشنهاد نکرد با ابوبکر کرد به خاطر که ابوبکر دین و ایمانش و تقواش بالا بود از عثمان کرد بازو که نکرد بازی هم سرمایه داشت هم دین باز به پیشنهاد کرد دیگه بهتری بود اینا سکوت کردن به خاطر که خبر بودن که رسول الله صلی الله علیه و آله میخواد باز رسول الله هم که خواستگاری کرد عمر عاجل داد یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله از عمر کرده چقدر بگویم که 16-17 سال کلان است خودش
دخترش 20-22 ساله بود، برش داد. خواستگاری کرد، نگفت که یا رسول الله تو 50 ساله آدم، یکی از 20 ساله آدم. نه، دیندار است. برش داد و نه و او خانمش در جنت به همراهش است. قرآن میگه که خانم‌های جنتی ها به همراهش. چقدر درجه. باز ابوبکر گفت چرا قبول نکردی؟ جگرخون شد. چرا؟ گفت که من برات نگفتم. گفت رسول الله هم میخواست، به خاطر احترام نبی من تقاضا نکردم. اگر نگفت من میخواستم دختر تو رو چرا نمیگرفتم؟ دیگه اونا دیندارم، خودش پیشنهاد میکرد، دیندارم میدید. ما و شما خب پیشنهاد بان میای نفر نه یا جوره بوتا ما نکنه نمیته کسی. دیگه همین کار بکنیم. مینیم در اسلام هر بخشش در جای خودش عملی کنیم، هر بخشش در جای خودش صحیح عملی شود. این می دین است. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. احکام خانوادگی برای اصلاح خانواده هسته اولی، چون که تشکیل خانواده است با نکاح میشه. الله نکاح را حکمش بیان کرد که با کدام کسا نکاح شود. نکاح را بیان کرد که با مشرکین یهود نصارا نکاح نکنین، خصوصا دخترای تانه به هیچ کافر نتین، نه یهود نه نصرانی نه کمونیسم نه سیکولر نه مشرک، حرام قطعی است. مردهای زنای مشرک آتش پرسته غیر از اهل کتاب نگیره. اهل کتاب باز اگه شرایطش موجود شد جایز است بگیره، ازدواج بکنه. یعنی در نکاح و ازدواج دینداری شرط است. دختر میگیرین، رسول الله هم میگه در حدیث بخاری فاصفر بذات الدین، یا اگر میتینم اذا جاءكم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد عریض. به دیندار بتین، چقدر که دینش بالا باشه همان قدر بهتر. علم داشت، تقوا داشت، تقوایش بالا باشه، این بسیار ضرور است. ولی یکم دفعه می کسایی که به نام دیندار است یکم خرابی ها میکنن، بد اخلاقی و اینا. باز مردم میگه هیچ قسم دیندار بود. دین این نیست که عالم باشه یا حافظ باشه. دین عمل است، عمل در وجودش باشه. کدام علمی که داره عمل کنه، تقوا است. خب تقوا داشته باشه. علم با تقوا به علم نمیشه، علم هم داشته باشه، عمل هم داشته باشه. اینی مهم است، هر دوی ازی مهم است. پس خانواده پاک و صاف اولادای صاف پاک تربیه میکند. حال الله متعال وقتی که ازدواج میشه استفاده شوهر از خانم است، موضوع مطرح میشه. در هر حالت میتونه انسان از خانم خود استفاده کنه؟ سوال جوابش است که نه، به هر حالت نمیشه. در بعض حالات خانم‌ها مریضی ماهوار دارن یا حیض است، در این صورت الله میگه نزدیک نشین با اینا تا که از حیض پاک نشده نزدیک نشین. دیگه بسیار موضوع مهم مطرح میکند و رد میکنه به فرهنگ یهودی ها. انس رضی الله عنه میگه که ان الیهود کانت، یهود میگه بود اذا حاضت منهم امراتون، وقتی که حایزه میشد از اینا یک زنی از یهودی ها، چون که هم خود مدینه زندگی میکردن، اخرجوها من البیت، اینا بیرونش میکردن از خانه. حایزه که میشد میکشیدندش در یک طویل خانه، در یک قطعیوانا میبردندش. فلم یاکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیت، نه به امروش خوراک میکردن در خانه، نه آب می نوشیدن و نه جماع میکردن. همین مریض که میشد در یک طویل خانه بود. حتی میمرد، اگر یک زن شوهرش میمرد در جای خانه خراب میبردن، میگفت این شوم است، شوهر کشته پایش خراب بوده، یا یک ظلم بود سر زنا. فسئل رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله سوال شد که ما میتو کنیم زنای ما در حالت هست؟ یهودی‌ها خو اینا خود کتاب تورات میگه داریم، پیامبر داریم، دیندار میگن، تو کارا میکنن.
امی دیندارا دینداریشان صحیح یا نه؟ الله گفت نه نیست. بیدینا از پیش خود جور کردن، دین تحریف کردن اینا. الله هیچ اونا رو هم نگفته بود که کار کنین، خودشانی تو میکردن. و یسالونک، این سوال پیدا شد. الله جواب میگه و یسالونک، سوال میکنن از توی پیامبر، عن المحید، یعنی از جماع کردن با زنها در حالت حیض. حیض یک خونی است که از رحم خانم بیرون میشه در حالت مریضی خاص. از این سوال میکنن. و یک خانم که حایضه میشه بالغ شدگی است، حیضش ختم شد، جوانیش هم ختم شد، از اولاد هم نمیه. اکثر خانم‌ها در 50 و 55 از حیضشان منقطع میشه، اون اولادش هم خلاص میشه دیگه. در حالت حیض ایحل ام یحرم، آیا جماع کردن صحیح است با امرایشان یا نه؟ استفاده جنسی شوه نشه. قل بگو ای پیامبر از برای اینا هو اذن، هو اینمی حیض محیض که است، اذن یک ضرر است، یک شی مستنقذ پلیتی است. معاشرتش جماع کردن در این حالت این مفضی می شود به ضرر به زوجین، هم به خانم ضرر می شود هم بر شوهر، ممنوع است. فاعتزلوا النساء، چیز بدی است. فاعتزلوا، کنارگیری کنین زنها را، اجتناب کنین از زنها. از چی؟ از جماع کردن فی المحیط، در حالت حیض. در حالت حیض نزدیکشان نشین. نزدیک چی معنا؟ یعنی که جماع نکنین. تو قصه و گپا بشینی چای بخوری نان گپ نیست. ولا تقربوهن حتی یطهر، نزدیک نشین. اینجا این کلش الفاظ مؤدبانه است. فاعتزلوا ولا تقربوا، اینجا قربت جماع است. الله به الفاظ کنایی بیان میکنه. نزدیک نشوین با زنها حتی یطهرن، تا این خوب پاک شوند. فاذا تطهرن، وقتی که خوب پاک شدن، فاتوهن من حیث امرکم الله، بین استفاده کنین از این از اون طرفی که الله امر کرده است. ان الله يحب التوابین، بدون شک الله دوست دارد توبه قبول کننده، و يحب المتطهرین، دوست دارد کسایی که پاک هستند. یکی حیض است، یکی استحاضه است، یکی نفاس است. نفاس همون خونی است که بعد از ولادت میاد و عادتی زنها عادت می داشته باشند. یک وقت ما را میگفتن زن که بعد از ولادت اولاد آورد تا 40 روز نزدیکش نشی. این بیخی برای مردم مشکلات بود. 40 روز و هم یک زن انتظار بکش. نه مردا در فتنه هم واقع می شدن، در حالی که خانم در 20 روز خون می پاک میشه، خلاص پاک شد دیگه، غسل کنه خلاص. تا 40 روزه 40 روز خو مذهب حنفی هم نهایتش هم میگه. بعد از 40 روز میگه اگه خونم بیایه و مریضی است، نه مانع نماز میشه، نه مانع روزه میشه، نه مانع جماع. در حالت حیض چند احکام مرتب میشه. یکی که نماز با بالایش نیست، قضایی هم نیست، این یک تکلیف است، الله اینا را بخشیدگی است. 4 روز عادتی زنها، بعضی 3 روز، بعضی 4 روز، اقلش مذهب حنفی 3 هم میگه، بعضی 5 روز، بعضی 6 روز، بعضی 7 روز. اکثر خانم‌ها 5 و 6 عادتشان است. اینا لگه در چند ماه می عادت 5 و 6 بود، بعد دیگه ماه زیاد شد، بازو استحاضه است. استحاضه خون اضافگی است، خون غیر است، حیض است. حیض که از یک خون خاص است، تیرس و بویش هم تغییر دو داره. استحاضه که است خون عادی واری است، مانع نماز روزه جماع نمیشه اگر که خون بیاد. همین قسم بعد از نفاس اگر خون آمد، عادتش اگر 20 بود، در دیگه دفعه 30 شد و 40 شد و 50 شد، باز او استحاضه است، او یک چیز اضافه است، نه مانع نماز میشه نه مانع جماع میشه. از یک موضوع مهم چی فهمیده میشه که مسلمانان متوجه باشن. پدر و مادر باید بسیار مهمه. دختر خود در روزی که نکاح میته، اینی وقت مهم است که پاک باشه، حیض در حالت حیض نباشه. این بی‌شرفا پرسان نمیکنن نمی دختر مریض هستی نیستی، مراسم نکاح را برگزار کردن در حالی که مریضه. خانم شب ازدواج شد، خانم در حالت حیض است، یعنی این شوهرش هم میره ازدواج کرده. نه این چقدر حالت خطرناک است. صبر کردن شوهر، اینالی نو حیض شروع شد، 1 شو 2 3 4 5 6، این خب بسیار مشکل است. این میجد که اکثر دنی حرام واقع میشه. او که بگه من مریض هم هستم، میگه خیر است که مریض هستی.
اینی گپ مهم است. ایره پرسان کن. دختر باید پاک شود. خانم بیوه‌ست عروسی به حالت مریضی نباشد. حتی در حالت مریضی طلاق دادن ناجایز است. پس آن میخوانم پاک باشه. ازدواج میکنه پاک باشه. طلاقش که میته پاک باشه. مریض نباشه. اینی را بسیاری ها مراعات نمیکنن. خبر شدیم عروسی کده چی گپ است؟ خانمش در حالت حیض است. فاعتزلوا النساء امر است. از زنها کنارگیری کنین ولا تقربوهن حتی یطهرن. نزدیک نشین تا اینکه پاک شوند. فاذا تطهرن وقتی که خوب پاک شد. اصل همی است که پاک شد غسل هم بکنه. غسل کرد باز. مذهب حنفی میگه که این پاک شد یک وقت نماز تیر شد خلاص دیگه حاجت غسل نیست. میگه فهمیده میشه که پاک شده میتونه جماع کنه ولی صحیح نیست. غسل بکنه احتیاط می است. خو یک اجتهاد است. اجتهاد کرده امام ابو حنیفه رحمه الله هر کس ولی در دوران رسول الله غسل میکردن. پس فاذا تطهرنا خوب که پاک شد یعنی جماع نکنین تا اینکه خونشان قطع شود و خوب پاک شوند. فأتوهن باز بین به امرای از این خانما یعنی هدف است که معاشرت نشود نزدیک نشود. هدف از این جماع است نه که خوراک و مجلس نشه مثل که یهودی کار میکردن دیگه میشه بشینه قصه کنه گپ بزنه که شوهرش یک جای دولت حیض است زیر یک لباس خواب شوند این کلش جایز است هیچ مشکل نیست ولی صرف استفاده ممنوع است تا که پاک نشه. فاذا تطهرنا یعنی وقتی که خوب پاک شدن بالماء با آب غسل کرد فأتوهن باید بین به خانما استفاده کنید فی المکان الذی امرکم الله حلال کرده بر شما. کدام مکان است؟ نسل ولد که قبول است نه دوبار. من حیث امرکم الله که از پشتر استفاده نکنی. از پشتر استفاده ممنوع است. بسیار از این فهمیده میشه و احادیث هم آمده. اگر که بعض علما یگان فتوا دادگیستن که میگه الله منع نکرده و این ولی فتوا اشتباه است. خب بعض علما فتوا داده اما بعضی ها میگن که کسی از خانم خود از پسر استفاده کرد زنش طلاق میشه. این گپ هم صحیح نیست. زن طلاق نمیشه گناهگار میشه. توبه بکنه. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. بدون شک الله دوست داره توابین را. توابین کسایی که توبه میکنن زیاد یعنی اگر کدام گناهی کردین اول توبه بکنین. و یحب المتطهرین کسایی که خوب خود را پاک میکنن پاک نگاه میکنن. اینجا پاکی در حالت جماع و حیض همه لباس بدن چقدر که پاک باشه یا طهور و شطر الایمان پاکی نصف ایمان است. بعضی مسلمان ها را میبینیم بسیار ناپاک هستند. فکر میکنی که دینشان گفته نه دین اسلام بسیار با پاکی حکم کرده. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. موضوعات حیض و احکام زیاد است. اینجا مهمش بیان شد. دیگه شباز در چی میآید؟ در احادیث میآید. نساؤكم زنای شما حرث فصل است از برای شما محل کشت است. فاتوا حرثكم بین حرث تانا یعنی محل کشت زراعت تانا أن شئتم با کدام کیفیتی که میخواین و قدموا لانفسکم پیش کنین از برای نفسایتان نیتای خوب بسم الله اینا. واتقوا الله از الله بترسین و علموا یقین بکنین انکم ملاقوه که شما روبرو میشین با الله و بشر المؤمنین بشارت بده مؤمنان را به جنت. الله باز این را بیان میکند که شبهه پیدا نشه که در از پسر خانما را استفاده نکنن یعنی در مکانی که و اولاد نیست اولاد نمیه از اون مکان استفاده نکنه. زنهای شما حرث لکم مکان زراعت شماست. حرث مثل که دانه را در زمین میپرد و موضع نسل شماست و در ارحام ازیا اولاد جور میشه در رحمشان. این عزیز که در پیشوری. پس فأتوا حرثکم بین شما در محلی که اولاد پیدا میشه اولاد جور میشه نسل و تجاوز نکنین بغیرش. عبدالله بن عباس میگه اسقی نباتک من حیث ینبت. از امون جایی که میروید از امون جا او جایش معلوم است. مثل که ما شما از پدر به دنیا نمیم از مرد نمیم. چرا؟ اونو معلوم است دیگه. چرا نمیم؟ دیرا که از پسر کسی پیدا نمیشه.
اینا الله که در اینجا بعضی اشتباه کرده، فاتوا ارسکم انا شئتم، انا را به معنای مکانیه میگیره، میگه هر مکانی که دلتان خواست. این اینجا اشتباه. عین میگه عین شئتم، نه اینجا کیف، انا به معنای کیف هم میاد و به معنای عین هم میاد، مکان هم میاد، به معنای کیفیت هم میاد. اینجا بیاین استفاده کنین با خانمایتان انا شئتم یعنی کیف شئتم. کیف شئتم قائمتا قاعدتا و مستجیه بعد یکون فی مکان الحرس، که استاده باشه، نشسته باشه و پهلو باشد. یه اصل با بالای یهود رد است. یهودی ها میگفت که کسی خانم خود را جماع بکند از پشت سر یعنی پیشروی را انجام بده، میگه اولادش کج میاد، چشم کج پیدا میشه. وقتی که انصار خانمای خدا نگفت که ما ایتو استفاده میکنیم، اونا انکار کردن. این گپ خوب پیدا شد دیگه. اسلام حق بیان میکنه. بر رسول الله هم گفتن، الله یا تنازل کرد و پیامبر هم گفت جایز است، ولی مکان و اون مکان اولاد باشه، از هر کیفیتی که است معنی نیست. اگر پشت سر هم باشد ولی مکان مشخص باشد. و قدموا لانفسکم، مقدم کنین از برای نفسهایتان چی را؟ صالح الاعمال، امو صالح اعمالی که بر شما ذخیره میشه. یا میگه قدمو پیش کنین نیت هایی که بر اولاد صالح بخواین. بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم. آی خود دعا خواست. رسول الله میگه کسی که در حالت جماع پیش از جماع از شیطان پناه بخواد بسم الله بگوید، الله این از شیطان نجات میده. اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان فيما رزقتنا. یا الله شیطان از ما دور کو و دانچه که به ما رزق میتی، اولاد میتی، شیطان دور بساز. الله میگه اولادی را برش میته که شیطان دو مداخله نمیکنه. نی بسیار خوب است که این ذکر است. واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. یکم تا که میگه بچه به بسم الله است، نه اینطور میگه. واتقوا الله، بترسین از الله، واعلموا یقین کنین انکم ملاقوه، بدون شک شما روبرو میشین با الله. واتقوا الله یعنی از الله بترسین، از گناه اجتناب کنین، تا چیزی که منع کرد دالت از استفاده نکنین، دیگه از پشت سر استفاده نکنین و یقین بکنین انکم ملاقو، که شما مسیرتان به طرف الله روبرو میشین با الله. الله با امرایتان حساب میکنه. و بشر المؤمنین، بشارت بده مؤمنین را، کسایی که ایمان دارن، بچی به جنت ها و نعمت ها. یک محصل 4 سال 5 سال طب خوانده نمیفهمه که دالت زین از خانم استفاده کردن حرامه. 5 سال 6 سال 7 سال طب خوانده، از خانم خود دالت ایج استفاده میکرد تا اینکه به مریضی مبتلا شد. من تعجب کردم که یه قدر بی علمی خودشون 20 سال تحصیل کرده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. نگردانین الله را عرضة نشانه لأيمانكم از برای قسم هایتان، ان تبروا این که نیکی نمیکنین، و تتقوا تقوا نمیکنین، و تصلحوا بین الناس اصلاح نمیکنین در بین مردم. والله سمیع علیم، الله سمیع است، میشنوه آوازایتان، عالم است به حالاتتان. خب در اینجا بعضی کسا بود کارهای خیر نمیکردن. چون نمیکنین؟ ما قسم خوردیم. الله میگه الله را بانه جور نکنین که نیکی نمیکنین، تقوا نمیکنین، اصلاح نمیکنین. قسم به نوع خوردی، قسم تا بشکنن، بس کفاره بده. یک نفر بگو بیا اینجا نماز بخوان، ما قسم خوردیم در این مسجد نمیرم. اولش خب بد کردی که قسم خوردی، نی؟ حالا که خوردی خب نقضش بیا بخوان، قسم کردی، کفاره بده دیگه. یا میگه قسم خوردیم خانه مامایم نمیرم، خانه کاکایم نمیرم، خانه بابیم نمیرم، خانه عمیم نمیرم. ما قسم خوردیم. قسم که خوردی بشکنن قسمه، بانه جور نکو. 2 نفر مسلمان جنگ کرده، میگه ما اسلام میکنیم، بیا بریم اصلاح کنیم، میگه ما قسم خوردیم که خانه از این نمیرم. بانه شدن نمیتونه. تو در کار خیر قسم خوردی. الله میگه این بهانه را نکنین، قسمایتان بشکنانین. ولا تجعلوا الله یعنی لا تجعلوا الحلف بالله، نگردانین قسم با الله را عرضا سببا مانعا، یک سبب مانع جورش نکنین، یک نشانه جور نکنین. عن فعل الخیر، از کار خیر قسم سبب جور نکن که باز تعلل کنین به یمین. یک کسی بر شما بگوید که به این کار بکنیم، شما چی بگوین؟ قد حلفت بالله الا افعلوا، قسم خوردیم که ما این کار نمیکنیم. بلکه الله میگه که این کار بکنین، کفاره قسم بتین و کفر ایمانکم.
عبدالله بن عباس میگه لا تجعلن الله عرضة یمینک، الله را نشانه بر بهانه بر قسم جور نکو. الله تصنع الخیر، اینکه خیر انجام نمیتی، ولکن کفر عن یمینک. عبدالله بن عباس میگه قسمت بشکنان واصنع الخیر، خیر انجام بده. قسم خوردی مسجد نمیری، قسم خوردی در قرآن نمیری، در تفسیر نمیری، الا بتی قسم بیا بنا قسم نخو که این کارهای خیر نمیکنه. اگه کردی خیر است، کفاره داره، کفاره داره. قسم خوردیم خانه ازی نمیریم، مال عروسی دعوتش داده، گناه هم نیست. نه ما قسم خوردیم، تو نمیشه. صله رحمی را قطع کنی بگوی ما قسم خوردیم، خویشاوندی را قطع کنی بگوی ما قسم خوردیم. در هیچ کار نیک خیر قسم نخو، اگه خوردی باز بشکنان. بعضی همینطور میکردن. الله را نشانه و بهانه جور نکنیم به قسمایتان. ان تبرو یعنی ان لا تبرو، این که شما نیکی نمیکنین. یا الله را نشانه جور کردی به این که نیکی بکنی، تقوا و اصلاح بکنی. خود چرا نیکی نمیکنی؟ قسم خوردیم. و تتقو تقوا. تبرو چرا نیکی را میگه که انسان با احسان کنه با دیگر. تقوایی که گناه را نکنه. اصلاحی که در بین مردم اصلاح را بیارد. ای تو قسمانه که مانع بر میشه، تقوا میشه، اصلاح میشه، ای کار نکنید. بعضی میگه درباره عبدالله ابن رواحه نازل شده حین حلف الله یکلم ختنه، قسم خورد که با خسر خود یا خوشی خود صحبت نمیکنه. گفت من با امرای صحبت نمیکنم. الله این آیت نازل کرد که تو قسمای بی جای نخورید. یکم تا ما میگم اینطور، میگم ما قسم خوردیم، بانه جرم میکنم. یا نعمان بن بشیر قسم خورده بود که لا یصلح بین و بین اختی، در بین فلانی و خواهرم اصلاح نمیکنم. شوهر قطع خواهرت جنگ کرده، ما قسم خوردیم که ما اصلاح نمیکنم. این تو قسم نخور. والله سمیع، الله سمیع است اقوال شما، علیم عالم است به حالات شما.